تصویر این گنبد و بارگاه حتی اگر نیامده باشی نجف، انگار بارها برایت تداعی شده. نمیدانم چطور، شاید در گوشه ای از خیال، شاید در خوابی زائر این حرم شده ای، ولی حالا بیا با هم برویم زیارت. سلام ای امام مهربان، سلام ای مالک ملک دل، ای آرام دلهای بیقرار، یا علی. یا علی، یا علی، مالک ملک دلی. همراه شو بیا در ایوان نجف، همان ایوان با صفا، دلت را روانه کن. مشکلی یا علی. در روزی به حرم آمده ای که برای غبارروبی درب ذریح گشوده می شود. ای به طوفان حوادث نوح ما، ای نیاز صبح و شام روح ما. وقتی که این غبار در هم نشینی با این ذریح کیمیا می شود، می دانم که می خواهی آن را توتیای چشم کنی. آرزوهایت را روانه کن. اگر دلت همراه این زیارت بود، زیارتت قبول. التماس دعا. امیر شجاعی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نجف اشرف.